سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 28 می با شما. یک افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی تاجیکستان که ماه پیش ناپدید شد با نشر نوار تبلیغاتی گفت به صف گروه افراطگرای دولت اسلامی پیوسته است. در این ویدیوی 12 دقیقه‌ای که شب 27 می در اینترنت نشر شد، گلمراد حلیم فرمانده نیروهای مخصوص وزارت میگوید در سال 2001 به عبادت شروع کرد و آگاهانه به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. اصلی بودن ویدیو معلوم نیست و هم معلوم نیست که آن را در کجا به نوار برداشتند. بعضی از افسران آمان و یا نیروهای مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان رفتار گلمراد حلیمов را محکوم کردند و گفتند که او به وطن، دین و ملتش خیانت کرده است. روز 28 می به مناسبت تجلیل 21مین سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان 120 سرباز نوخدمت سوگند وفاداری به وطن یاد کردند. این مراسم در واحد نظامی 2620 نیروهای سرحدی در دوشنبه و در حضور رجب علی رحمان علی فرمانده این نیروها صورت گرفت. تاجیکستان سال 1994 در شرایط جنگی و سخت قوه‌های مرزبانی تأسیس داده است و حالا به گفته مقامات 20,000 مرزبان سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان و هم مرزهای مشترک با ازبکستان و قرقیزستان و چین را پاسبانی می‌کنند. تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکستان همچون رویدادی مهم و تقدیرساز نه تنها در بقا و پایداری دولت و دولتداری می‌بینیم، حفظ امنیتی جامعه و حمایه مرز و بوم کشور، بلکه نشانه واضحی استقلال سیاسی دولت تاجیکان به حساب می‌رود. مراسم ادای سوگند سربازان نوخدمت با راهپیمایی نظامی سربازان و افسران به پایان رسید. روز 28 می در شهر دوشنبه نمایندگان تاجیکستان و روسیه مشکلات مهاجرتی کاری و به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت غیر قانونی را بررسی کردند. در این نشست که روز 29 می نیز ادامه می‌کند، از جمله درباره اجازه دادن به بازگشت هزاران مهاجر تاجیک به روسیه گفتگو می شود که مسکو همه آنها را برای قانونشکنی‌های گوناگون از حق بازگشت و کار در روسیه محروم کرده است. در همین جلسه گروه کاری از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردید که امو پتنتی که شهروندان دریافت میکنند مهلت آن از 3 روز از 1 سال تا به 3 سال یعنی که تمدید کرده شود. این هم یکی از پیشنهاداتی است که از جانب تاجیکستان در جلسه مشترک با جانب فدراسیون روسیه پیشنهاد گردید. یک دادگاه شهر دوشنبه سید ابراهیمی نظر مشاور رئیس حزب نهضت اسلامی را به بسیارزنی گناهکار دانست و او را 60,000 سامانی جریمه بست. در این باره خود سید ابراهیمی نظر روز 27 می به رادیوی آزادی خبر داد. سطح 170 بود، 2 عائله‌داری، 2 زنگی. با ما جریمه مثلا 60,000 سامانی ولی. وقتی دیگه واقعیت دارم، ما اخراج داریم، فرزند داریم. خیلی دیگه چون قبول کنیم حکم کردن دو کافته سیم تلبیه سیم نمال یک دوست مرسل عدیم میگن 1000 سامانی و 10,000 سامانی افتاد که کمک چیکار کنیم دیگه راه دیگه داریم. محاکمه سید ابراهیمی نظر را که روز 26 می در دادگاه سینای دوشنبه صورت گرفت در شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان نمایش دادند. دادستان‌ها گفتند که مشاور رئیس حزب نهضت اسلامی 4 زن داشته است، هرچند خودش اعتراف کرد که 2 زن دارد. در تاجیکستان برای بسیارزنی جریمه بزرگ و تا 2 سال زندان جزا مقرر شده است. بنا به گزارش‌ها مقامات ازبکستان از یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل خواستند آش پلو را بر روی خط میراث غیرمادی جهانی شامل کند. مطبوعات ازبکستان نوشت درخواست رسمی برای ثبت آش پلو به حیث میراث غیرمادی جهانی ماه مارس به یونسکو پیشنهاد شد. مقامات تاجیکستان نیز ماه اپریل گفتند آش پلو را برای شامل کردن به فهرست میراث غیرمادی یونسکو پیشنهاد کردند. طور معلوم آش پلو یکی از طعام‌های اصلی جشنی و محبوب در تمام کشورهای آسیای مرکزی به حساب می رود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.